و همکاران عزیزشون که این برنامه رو ثبت و ضبط هم دارن میکنن. فرصت مغتنمی است که من دعوت کنم از دختر هنرمند و برومند جناب استاد پرویز مشکاتیان، آوای نازنین که واقعاً آوای نازنینی که به حق آینگی میکنه آدم وقتی ایشون رو میبینه و آیین عزیز رو میبینه احساس میکنه که آینه‌ای تابیده از چهره پرویز مشکاتیان و شخصیت پرویز مشکاتیان، چرا که گفت نژاد از دو کس دارد این نیک پی، به افتخار آوا مشکاتیان. درود. با رخصت از بزرگان و همچنین استاد شفیع کدکنی که سرودند: بر درخت زنده بی برگی چه غم، وای بر احوال برگ بی درخت. چون فتاده برگی در سایه سار بزرگی نامان بزرگ مرد، آمدم تا بگویم پذیرای سپاس آوا و آیینش باشید، چرا که بیمهر و همدلی بزرگان و مردمان بیداردل ایران زمین گذار از این روزهای تلخ فراق بیشک دشوارتر بود و سپاس پروردگار رو که در بدرقه پرویز مشکاتیان به سرایی دگر مردم دگربار به یاد همه ما آوردند که قدردان هنر و پایمردی سربازادشون هستند. همو که به بغض مردمش گریست و نغمه ساخت، به شادیشان دست افشاند و نغمه ساخت و به سوگواریشان ما را به سوگ نشاند. ریشه در خاک کهندیارش ماند و ماند و ماند، باری به کلام می نشاید که بگویم از فراقش. کلامم رو با قسمتی از شعری سروده استاد شاملو به پایان میبرم. شعری که پیشتر نیز در سوگ پدر خوانده بودم، چرا که من را عجیب به یاد رفتن ایشون در پیش از بامداد میندازه. جاده ها با خاطره قدم های تو بیدار میمانند که روز را پیش باز میرفتی. هرچند سپید تو را از آن پیشتر دمید که خروسان بانگ سحر کنند. سپاس.